یه لحظه این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. اصلا هم فان نیست. خودم خریدم بابام نخریده. چه عشقی کنی؟ دیدی گفتم میگیرم بالاخره تونستم بگیرمش. کجا بودی تو؟ دلم برات تنگ شده بود مرغی. تنها گذاشتی رفتی. ببینید این ویدیو خیلی درد داره و اصلا هم خنده‌دار نیست. یعنی داره میشه یه دونه مرغ آرزوی مردم، 1 کیلو گوشت آرزوی مردم. اصلا به این فکر کردید که چقدر بچه توی ایرانه و با درآمدی که پدر مادرشون دارن نمیتونن مرغ و گوشت بخورن که جز واجبات تغذیه‌شونه. من توی خیابون میکشید، اعتراض میکنن میشن اغتشاشگر، میریزن توی خیابون میشن موساد. دارید چیکار میکنید جدی با مردم؟ آقا این ویدیو خیلی درد داره، واقعا خیلی درد داره. من به عنوان یه مادر وقتی خودمو میذارم جای اون خانوم ها به این فکر میکنم که اوکی اونا میتونن مثل من استرس اینو داشته باشن که بچم چی بخوره، تغذیه بچم چی باید باشه. آقا مرغ و گوشت خیلی واجبه. بابا تخم مرغ دونه 70 تومن 50 تومن مگه میشه؟ تو اون کشور نه آب هست نه برق هست. مگه میشه یه کشوری که ثروتمنده آبشو قطع بکنید، برقشو قطع بکنید؟ مگه میشه این همه جوونه بیکار؟ بابا شما اصلا دیگه کی هستید؟ چقدر شما کثیفید؟ بابا ارزشی ها شما افتادین توی خیابون پرچم تکون دادید، راهپیمایی کردید، جیبتون الان پر شده. مردم عادی دارن میلالن، درد دارن، گشنن، بچه‌هاشون مریضن، خونه‌شون مریض دارن، کار ندارن، درآمد ثابت ندارن، بیمه ندارن. اینم که از بنزین.